یک بچه جوان است، نو مسلمان شده. از او پرسان کردن که وقتی تو در مدینه منوره آمدی چی چیز دیدی؟ ایش اشته و گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ گفت وقتی که من در بقیع رفتم، بقیع المرقد، وقتی که میگه من در اینجا رفتم در بقیع المرقد دیدم که این صحابه بزرگوار اسلام که تاریخ بشریت تغییر دادن، جهان به شکل جدیدش نورانی ساختن. این قبرهای از یا چقدر متواضع هست. ظاهرا چقدر متواضع هست. یک چند تا سنگ است در سرش افتادگی. این مرقد عثمان رضی الله عنه است. میری قبر حمزه را در بین شهدای احد سل میکنی که یک چیز آینی در گردش گرفتن، لکن قبرایشان بسیار ساده و متواضع، لکن تاریخ بشریت تغییر دادن. انسانهای موحد که بیرق توحید به کل دنیا رساندن. این یک بچه که جوان امریکایی میگن. از ما چی میکنه؟ از ما سعی کنم تو باش که از ما چی میکنه. حاجی صاحب دیدیم دو تا حاجی صاحب شیشتن اود به دیگهش مشوره میده، میگه که والا من میخواستم از این قبرستان یک مشت خاک بگیرم. بازیگه چی میگه؟ تو بیشی هم خبه کردن که اونو پولیسا نبینید. اونجا نفرای امر بالمعروف دارن، نه نفرای امر بالمعروف نبینید که باز نمیمانید. ای آجی سابقه دار که چند سال 6-7 مرتبه عشق کرده دیگه، او در خاک خوری و تو خوب رسیدن. ای 7 مرتبه‌ای به این 9 مرتبه‌ای درس یاد میده. میگه بیشی همینجا که همینجا بیشی و فکر میکنه که همت شیشتی خب کرده از این پشت سر دستت همت یک مشت بزن دمی جیبت پر کن، مشت بزن دمی جیبت پر کن. این یکیش. او طرف دیگه که است در امو بین امی قبرستان، در امی بقیع المرقد، اینجا قبر بی بی فاطمه الزهرا هم است. یکی دیگر را دیدم، من دیگه تو میفتم بشنویم یا چی میگن دیگه. دیدیم که یک نفر 7-8 نفر را جمع کرده، 8-9 نفر گرد جمع هستن. این خودش که خوب همت فیشن خوب دیگه همت قبای جور از دیگه. من نمیفهم که 10 ملاست یا 15 ملاست یا 20 ملاست، یک تخلص هم داره. ای چی کرده سب؟ ای در 15 نفر را جمع کرده. مفتم باش ای چی میگه که اگر کدام گپی باشه. ای دیگه پت کرده دست خدا گرفته دیگه برشان میگه والله ما شما را خدا پیش نمیمونه که دو همونجا امی سر قبر بی بی فاطمه می دعا را بکنیم دیگه بیاین که همینجا شروع کنیم. بازی که اونم دعا خوانده میری دیگه چه پت پت سلام میکنه باش نفر امر بالمعروف در جان ما نبیه. چی میگه ای فاطمه ای که تو دختر رسول الله هستی، ای فاطمه که تو کل مشکلات مشکل کشا هستی، ای فاطمه که تو کل حاجت ها را حاجت روا هستی، ای فاطمه که چطورکایی هستی، ای فاطمه. ای بی فاطمه الزهرا را باور بکنین که چیزی که صفات خالق بود بررسی داد و پت و این بیچاره دا 15 نفر بیچاره بیخبر از دین یاد کرد. آمین آمین. ایناله سبحان الله. ایناله اگر ای همه قدر میفهمید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اینمی اله عبادت خاص برای توست.